سمی مرگاور که هر روز میخوریم، اسمش آسپارتامه. مطمئنم هیچ وقت اسمشو نشنیدیم، ولی توی تمام مواد خوراکی، توی سوپرمارکت‌ها، رستوران‌ها، فست فودها و همه جا هست. شیرین کننده مصنوعیه که اتفاقا خیلی هم سرطانزاست. توی کوکاکولای رژیمی هم پیدا میشه. آدامس بیسکویت، هر چیزی که خوشمزه و شیرینه توش پیدا میشه. مستقیم هم روی سلولای عصبی تاثیر میذاره و اونا رو از بین میبره. انقدر سودآوره که شرکت‌های بزرگ هیچ وقت نمیذارن از عوارض این به کسی گفته بشه. بله، 2 ماده توش هست که یکی مایعیه که واسه مومیایی کردن ازش استفاده میشه، یکی هم سمیه که توی نیش مورچه هم هست. علت اصلی کلی مشکلات و سرطان هم همین غذاهای ناسالمه. عوارض استفادهش هم 1-2 نیست. خلاصه که بهتر از شیرین کننده های گیاهی استفاده بشه. سبزی زیاد بخورین، مخصوصا سبزیجات تازه. زردچوبه و ویتامین C هم خوبه. منیزیم و سلنیوم هم بخورید که سمزداست. و خلاصه تا